اولین سفری وزیر کارهای خارجه بریتانیا کبیر به تاجیکستان. دیوید کامرون در اینجا گفت برایش شرف است که به حیث اولین مقامدار بلندپایه بریتانیا به دوشنبه سفر میکند. امام علی رحمان در این واخوری گفت کشورش برای رشد مناسبت‌ها با بریتانیا توجه زیاد دارد. دو طرف همچنین درباره جلب سرمایه بریتانیا به بخش‌های صنعت، داروسازی و کشاورزی تاجیکستان صحبت کردند. دیوید کامرون صبح 22 اپریل به دوشنبه رسید. او در واخوری با همتای تاجیکش سراج‌الدین مهرالدین از امکانات‌های همکاری لندن با کشورهای آسیای مرکزی گفت. ما ظرفیت‌های زیادی برای همکاری با همه کشورهای آسیای میانه شروع از تاجیکستان داریم. این رابطه‌ها می‌تواند در بخش‌های تجارت، سودا و محیط زیست باشند. همچنین ما در رابطه با مسائل منطقوی و بین‌المللی صحبت می‌کنیم. مقامداران تاجیک سفر وزیر کارهای خارجه بریتانیا به دوشنبه را مهم گفتند. ما خوشحالیم که شما سفر تاریخی خود را به منطقه از تاجیکستان شروع کردید. شما در این سفر بسیار مشغول خواهید بود. از بعضی مکان‌های دیدنی تاجیکستان بازدید می‌کنید، از جمله از نورک. تاجیکستان و بریتانیا کبیر داد و گرفت زیاد ندارند. گردش مال میان دو کشور سال 2022 همگی 6.1 میلیون دلار بوده است. اما اخیراً توجه مهاجران تاجیک به بازار مهنتی بریتانیا زیاد شده است. هرچند کم، اما دوام 2 سال اخیر یک قسم شهروندان تاجیکستان برای کار به بریتانیا رفتند و این روند ادامه دارد. دو طرف باور دارند که بازدید دیوید کامرون به روابط دوشنبه و لندن تاثیر مثبت خواهند رساند.